نواز ایدرو کوزا جین میبره جین ارزوی شما سلامتی هم برای شما دیدید شما ملکت بینم خیلی دوستی یک خود دوبری بعضیات شما با این یاریگر موگید مهر و محبت موجود شما خیلی برکت الله خوش آمدین سلام من بگو سلام بایشتون بویا بویا اومدن چیش برای خویشی ما همین که یک ده 100 تونه بیتومون پیدا شود میزنی درست هم یک آدم در همجد خراول قولی زمینه هر روز از ساعت مثال گم 9 کلوچار میکنی تو 2000 بکش انا خیلی اکا هم مایل باش میکنه پریوم دولت هم یورمد براتشکا اگر می اومدی طرز اسفالتری در اینجا می اومدی آشخونه‌های سیار می‌بینید سیار کمتر وقتش گذشته است تاجیکم نه اوجالی اکبر در برفی کیفی متاسکل هایکنش گرسته در اینجا این برادران ما زندگی میکنن دیدی یک خونشه زیبا با ماشین های زیبایش این احمد جان میگم مهمانی اولی قدری ما بسیار زیق شده چه تاثیرات های شما نسبتی دولتی و ما دوست و همسایه شما داره خوبی حالا نشه کیتر خدا جمعش اینا بیه باشه یکی از مسجدهای کلانترین استانبول فتح زورآمیز تاریخ بزرگ دارد
یکی از مقام‌های دوست داشتنی مردم همین مسیر به حساب می‌آورد. ببینید که مردم هم استراحت دارند، هم سیر و گشت دارند، هم به طاعت گذر مشغول هستند. در استرالیا نفر را همراه گرفتیم که دوی با همه تلفنش دستش بود. اینجا مسجد سلطان محمود است. بسیار در تاریخ خیلی کهن دارد. یکی از جاهای سیرتماشا می‌شوند، هم برای سیاحان داخلی و هم برای خارجی محسوب می‌شود. البته در حق تمام مسلمانان جهان و همزمان در حق مسلمانان فلسطین روی نکو کرده و امیدواریم که بازهم دیگر مسلمانان جهان به صورت این مکان مقدس خواهند آمد.